چی بلا افتادم من یک روز دو روز سه روز سال با 12 اومدم جنجال کنم. وارد دیگه بی پدر گوشی خور. الو خوبی سلامتی؟ جنجال نکو خانم جو، جنجال به درد نمیخوره. انمی نکال بیرون پیش برار خو این معامله من یبسو میکنم. دلجم باش، همین امروز تو من فرصت بده. آها همین امروز به من فرصت بده. باور کن همین معامله را اگه یکسو نکردم تا شم دیگه به خونه نمیایم. بیرون نکو او راست خونه. او از خونه بیرون نکو، بگذار حال میرم پیش رمضان به خوبی خودی صحبت میکنم زن همین معامله را حل فصل میکنم. تم دل جمع شما. الو سکو میبینی قطع میکنی ها کیار میکنم امروز معامله دل جمع میکنم. چی بلا افتادم من چه کاره؟ همه روزی که توی یک رقمی یک با یک بازی چه کاره با سر تو بشکش چه کاره با بیلا گیلک سر تو بشکسته دل به تو میسوزه گیلا کوکی با یعنی گیلا دل به خون شد گیلا کی زده؟ کی زده؟ زن برای من از سرا گیلا ما گیله نمی کردی؟ او چوب شد گیلا آنه سلام از به تو گیلا لکه خوبا شده کی زده گفتی؟ اندازی پوست مال تسر با لکه شده زن برای من چره؟ ایچی زن برای من میگه تو اینجا مفخوری میگه اینجا 24 ساعت که تلویزیون چه میکنی کار نمیکنی 24 ساعت خونه زن برا خو پرتوی دیگه کجا دارم برم خوب با پیاله زدی جبار میگن زن جبار با فلاک زدی با پیاله لنگ کوشا خوامه کوشا که کرمیخینی هست وای 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 خب برا رو خوب بگرد وقت چرا به خون نشده خون میه دل جمع باش میه برای تا کی میه تو نمازگاه با خون هم میشه یار دل به تو بسو گیلا اما تو که وقتی که بیکاری وقتی که تو کسی خوش نداره تو برو با اون خونی قرار بقدر روز داشتم تلویزیون نگاه کن روز داشتم بخوره روز داشتم هم خیلی شو تو چی میکرد میری به خونی زن برا خو ما باشم میدم فلاکس میزنه و مغز سر تو که سر تو باشه ما باشم نانه تو نمایمد نانه تو نمایمد کی تو به خرج خو مایه دلم تو میسوزه گیلا کله به دلم تو میسوزه بخاطر که تو کسی نمایه تو کارگر حال دیم نی تو به درد کسی نمیخوری تو یک کار حال مردم نمیکنی همه نانه خوب گفتم نانه خدا بیامرزه پیرک با نانه نریم شو نگیریم نانه من میمونم ما که بمونم او براران زن خونه دارم رمضان و جبار زن خونه دارم من زن نمیدم من نانه میمونم به تا دست پا فهمال تو مونده ای دل جمع باش تو همیشه کم رانیه که همیشه کمه نگاه که تو همیرم بخونی مردم تو خورسل کردی یک روز بخونی ازی بودی 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 خب خیلی باشه گیلک رازی که پا نگرد مالا که بیانه گیده می که دلم تو بسوخ با یک دم چوب کردی تو 4 ساله ویسکی یک کاری تو اگه من برم به پیار خود بگم مزدور در خونی ما میشی اشته مزدور در خونی مثلا مزدور در خونی مثلا من درس میخونم مکتب میرم ما گودری هم داریم 20-25 تا گوسفند هم داریم بیا قراره که دیگه به پیار خود میگم که یک چیز چاری هم به تو بده که حداقل اون خرج کسی تو بشه خرج تو هم که موبایل ما بشه حالا بفهمیدم باش یعنی من مثل بزگر که مدام خودی شما کار کنم بینی یا گوار جمع میکنی یا به گودری ما یا گوسفندا به جلو خو میکنی میچرونی گوسفند چرون میشی
بفهمیدی یا یک کار دیگه بکنی سرزمینا شما. حداقل خرج تو کسی پول خرجی تام یه خانم گفته گپ بینه مشکل نداره خوبه. شکر خدا 1000 بار شکر اقتصاد ما خوبه یک چیز چوری پیار تو میده میفهمی که پیار تو خوب مایبم رختم ماما بخیر ای خیر بینی سالونه دل جمع من دیگه با خونه بالا را خونه میرم یار واسه آدمو سخت نیه شکر خدا جو ما بدادم مقدار چیز میزی ما هم شکر دستواییم همون رخته تو مثلا کوشو تو اونا هم میشه کوشو تو سه کمال غر نبوغه خود نه دیگه اینا خاطر تر شده خیره باشه ببین خود پیاق خلاک بکنه بون قول میده که مثلا یک روز به فرار نکنی نه دیگه جنب پیش پیاق خراب نکنی دیگه مثلا شمولار خواهم نمیرم دیگه اصلا کسی دی برید که خود اینا خب. دیگه اصلا نرو کارگر شو بیا کار کو دست به کار شو بیتنی به چی کلون کردی تو کارگر شو با خوبه. پول جمع کو چشم. که حداقل تو نامزاد دار مزدور در خونه خوبه ها دیگه خب برای من یا مال برای خودی نان خود گبزی خودی من پیار می خود پیاق گپ میزنم اگه پیاق ماستم با من تو بعد دیدم میگم گیلک بیا خوبه، بله. بیا خنده نباشه لالا اشتانی رمضان خوبی لالا خوبی خیریات تو راست جون تو جوره خیریت اشتنم تو آزادام خوبم شکر چیگه پای خوبی با از این طرفا خیریت باشه با خدا رمضان جو بیام و پشت برو خوب بگردم در رابطه می گیلک ما دیگه می جمع کردن نمیتونم سر صبح خود زن خود جنجال کردم دیشا امور ماستون بزنم بیزن من اصلا می گیلک جمع کردن نمیتونم تم برارینی رمضان جو لاقل یک ما به خونه تو باشه یک ماه به خونه ما باشه همین یکو قرار نیه که سال هم 12 ما مگر رخت از این زن بشوره سعی میکنی خرج از این زن متیار کنه آماده کنه پیش بخوره تو خدای تو قضاوت به دست تو کاری بکن که یک ماه تو بخوره غور جمع کن بیخی خسته شدم دیگه رمضان جون یعنی به اینجا رسیدم زن میگه یا زندگی یا بعد برار خور انتخاب همین تو یک مستقیم هم میگه پر بزن ما چه کار کنم رمضان جون حالا چه کار کنیم برار منیم از ما کلونتره تاج سر منیم اگه کلمی گفتی بگم بگیم رمضان از من خودتر رسه گو به من چی میگه روزه که پل زمین یور به سینیم لگیت به بفروختیم میامادم روی خور کندم برار همی پل زمین از این نفروش همی حداقل اگه میفروشی هم امیر بزی یک بیوزن میشه خونه و زندگی و تیار میشه سر به خونه هم میشه گفتی نه گیلک دیونه زن به کار ندارم باشه من میفهم با این دیو که می پولار به کار دارم هم ارتیتا پرک دی برفتی برات کار خو حالی بیا میدی به من میگی گیلک جمع کردن نمیتونم روز اول نگفتین که ما تا زنده باشیم گیلک جمع میکنم چیکار شد همین 2 سال 3 سال دیر شد از زمینیو برارم به دلم شکر برار آخه من به این فکر نبودم که امروز زن تا به این اندازه خودم جنجال بکنه یعنی امروز صبح روک کپوس کرده گفت اگه من میرم خونه پیار خو تو بم بغل دست گیلک بشی زندگی خود بکن یعنی برار به اینجا رسیدم نوکرتونم جگر برار یک فکری به اول ما بکن نوکر من نباش نوکر زن خو باش برار روزه که سلک سینیم لگید به پول بود زن تو سلی اردیش تا که گیلک جمع کنه اون مثل برار خو ماست حالی که پولای خلاص شد برابرت کار خو حالک باز حوصله گیلک جمع کردن نداره اصلا نمی زن مه حوصله گیلک جمع کردن داره ها تو برار کلون منی وقتی گیلک جمع نکنی زن مه جمع میکنه پولای رو بخوردی ماله که خیلی شد کیسی و کیسی تو حالی با بیا میدی به من میگی چه کار و فلانه اختیار خورده رو برار هر کار ماه بکنه یعنی چی؟ یعنی ای که ما و زن بریم بوم موریم بشعلیم بعد رو جمع کنیم پولای خود سینیم لکر بده که من رو جمع کنم سینیم لکر بده که من بزو زن خونه پیدا کنم زن به خونه کنم اون بهم سراخ میشونم بزو خونه هم میدم آخه کپ دست بول نداره کجا پیدا کنم جان برو جگر اجایی که بفرختی اجایی که بفرختی کاکا خداحافظ برارم ما کار ندارم جبار برار مر جمع میکنی برار مری بری بر رای نمیکنی اگه نه طور به 100 محکمه و قیضی کش میکنم برارم جامعی نمیشم بگیرم دست به کار کنم مزدور کنم و تسر اصلا هر کاری میکنی برو بکو برار دیگه به پیش من نهی خیلی برار خوب بگردم یک فکر با
رو سینیم لک ما برار نبودم حال برارم ایت 420 السلام علیکم. باشتنی که تو جان جان بخیری باش چیگه پایه برا قراری. که خوشحال هستی باش کن. همین کاکا گیلک ندیدی نه چری؟ به خاطر که او دل جمع کردم از این که اردم بیاد اگه به خونه شما مثلا مادر تو خودی و جنجال کنه یا پیاله یا ترمز یا به کش بزنه و تا سر از اون مسکین که برارا ورمای ما خونه بدر کنم خرج نمیتونم بدم اون خاطر آدم کم سادیه که حساب نداره جنجال میکنه اون دل جمع کردم خودی ما کارگر شد خرج مصارف رختی و کش یا همه به جمع مانه نه چی میگه باز؟ کوکا مگیلک مزدی سالاری شما شو. گیپا جوسه که تو چی میگم میفهمم که با می مادر خو میگه پار میزنی باشه خوب گوشات رو وا کنم پیار ما گفتک که سال 30,000 روپیه به گیلک پول میدیم خودی ما کار کنه خرج را مثلا میدیم رخت کوش را ما میشیم اگر امی ما بیوه شد امی خورم میدم به گیلک خوب کار کردیم باز. اولی که کوکا تلفن از خونه گیره کده بدر شد دیوم یک حج کده خوب کاری کده جنگ پیار مدام کم شد تلفن شد از خونه گیره کده بدر شد چرا؟ مدام مبالینگ کنسا امی تدیر مبالی و نشو. گناه داره اون مسکین سادیه نمیفهمه شما خودی از یک سره خور میگی عدال خودی من کار کنم خیر بیدی عباسان برای چاشت خودی ما. خیلی بینگی پوچه تو نره چاشته خیر برو بخیر بشی با پیار خواهم بگو اوه. بفهمیدی کجا بودی؟ میتو بابا سرا بیدم امیتو میرو سر زمینه بابا یک چیز به شما بگم همین گیلک به درد ما نمیخوره چه کار میکنم؟ دم سر می زمینه خودی ما دست به کار شکار کنه بدون معاش بده امال ما و تو اضافه به سر میزمینو خرج خود ما پیدا کرده نمیتونی باز یک گیلک ما بیاریم همین جدا سفرار چکار کنه 24 ساعت بونه گیری داره واسه تو می جبار نمیشناسی به تمام منطقه مردم دست مینو هیچی بونه گیری نداره بابا ای رفونی خوب گیری میکنم امروز صبح بیچاره دیدم که گریه میکنه میگم گیلک چه گریه میکنی میگم زن برار ما به کش بزده و تا سر مزده ای رفونی بیری میکنم خال من دل مبوسو گفتم به شما بگم اگه به درد میخوره همون بیارین سر زمین خودمو کار کنه حداقل کارم هم سبکتر میشه اشتی از سرا بدر کرده جبار به تمام منطقه میره سینا خرابی تا بالا میکشه از این بغلای تلر تیر میشه باز آخر برار خود از سرا خود بدر کرده ما چون دیگه بابا منتها دل ما میت کواب نشد بزی بیچاره گریه میکه بعد از اینکه پوری لکو باز اگر کارگر به کار شد با من نفر پیدا میکنه با دردمون نمیخواد باید تو کارگری بابا به گیر شما نمیایه بزوی تو خوب بروزی 20 روپیه بدیم اما تو مثل یک لودی بری کار میکنه امال خرج خود به گردن متواونه باز بگو را کجا چیکار کنم اختیار خوده برو نمای برو